چنگیزخان بزرگترین و بی‌رحم‌ترین فرمانروایان تاریخ است که دنیا به خود دیده است و از لحظه‌ای که چشم به جهان باز کرد همه چیز تغییر کرد. اونقدر خونریزی و آدمکشی کرد که در میان مسلمانان و مسیحیان به دجال معروف بود. اونقدر با زنهای زیادی هم بستر شد که گفته میشه امروزه 24 میلیون انسان از نسل اون هستند. اسم اصلی او تموچین بود. چنگیزخان که کودکی و جوانی خیلی سختی در دشت‌های خشک مغولستان داشته، چطور موفق شد تا ظالم‌ترین و بزرگترین فرمانروای دنیا بشه؟ قبل از تماشای این ویدیو حتما عضو کانال بشید و دکمه زنگوله رو بزنید و با لایک کردن این ویدیو از ما حمایت کنید و در ادامه با کانال جعبه اسرار همراه باشید. وقتی فقط 8 سالش بود با پدرش در دشت‌های خشک مغولستان به سفر رفت و در این سفر قبیله دشمن پدرش رو مسموم کردند. بعد از اینکه نزدیکانش به اونها خیانت کردند مجبور شد همراه خانواده‌اش مخفیانه تو جنگل زندگی کنه. پشت سر گذاشتن این روزهای سخت نقش مهمی تو شکل‌گیری شخصیت چنگیزخان داشت، چون خودش هم گفته وقتی همه اعضای خانواده از گشتگی در حال مردن بودن و برادرش ماهی گرفته بود و می‌خواست اون رو تنها بخوره، چنگیزخان مجبور میشه برادرش رو بکشه. زندگی تو دشت‌های خشک مغولستان خیلی سخت بود. حتی یخ‌ها هم از سرمایه اونجا به خودشون می‌لرزیدند. چنگیزخان گفته دوران کودکی سختی رو مخفیانه در نواحی دشت‌های خشک مغولستان گذرونده. تو دوران کودکی پس از شکست از دشمن به عنوان برده تو چین فروخته شده و بیش از 1 سال داخل قفسی مثل یه میمون به معرض نمایش در اومده. بعد راهبی بودایی به دیدنش اومده، پس چنگیزخان طلب بخشش کرده، چون فهمیده که چنگیزخان در آینده فرمانروای بزرگی میشه و به همه دنیا لشکرکشی میکنه. و راهب تنها یک درخواست و خواهش از چنگیزخان داشته، اینکه به معبد یوتان آسیبی نرسونه. بعدها چنگیزخان به وعده خودش عمل کرد. چنگیزخان چین رو با خاک یکسان کرد و میلیون‌ها انسان رو به قتل رسوند. چنگیزخان همه معابد و عبادتگاه‌ها رو نابود کرد، ولی کوچکترین آسیبی به معبد یوتان وارد نکرد. هرگز کمک راهب پیر و قول خودش به اون راهب رو فراموش نکرد. چنگیزخان اقوام چادرنشین آسیای مرکزی رو متحد کرد. بعد از تسخیر چین تنها هدف چنگیزخان این بود که فرمانروای همه دنیا بشه و بعد هم به سمت غرب رفت. اگر در شهرهای اشغال شده کسی در برابرش مقاومت میکرد بهشون رحم نمیکرد. قسم خورده بود همه رو بکشه، زن و مرد و کودک براش هیچ فرقی نداشت. به همین خاطر بیشتر کشتارها تو سرزمین‌های ترک‌نشین اتفاق افتاد که در برابر سپاه چنگیزخان مقاومت کردند. بخارا یکی از این جاها بود. در اون دوره بخارا یکی از آبادترین و پرجمعیت‌ترین شهرهای آسیا بود. چنگیزخان می‌خواست این شهر رو هم اشغال کنه. مردم بخارا که وصف جنایت‌های چنگیزخان رو تو فتوحات قبلی شنیده بودن، بهش لقب دجال داده بودن و می‌دونستن که اگه در برابرش مقاومت کنن، چنگیزخان شهر رو با خاک یکسان می‌کنه. بزرگان شهر واسه حفظ جان مردم و جلوگیری از تخریب شهر، هیئتی رو پیش چنگیزخان فرستادن و ازش تقاضا کردند که مساجد رو تخریب نکنه، کتاب‌ها رو نسوزونه و مردم رو از دم تیغ نگذرونه و گفتن اگه چنگیزخان شروطشون رو قبول کنه شهر تسلیم میشه. چنگیزخان خواسته اونها رو قبول کرد و اونها هم 12 دروازه شهر رو به روی سپاه مغول باز کردند. پس از ورود به داخل شهر چنگیزخان جملات معروفش رو که در تاریخ مشهوره به زبون آورد و گفت مساجد رو تخریب نکنین بلکه آتیششون بزنید، انسانها رو از دیم تیغ نگذرونید بلکه زنده زنده دفنشون کنین، کتاب‌ها رو نسوزونین بلکه اونها رو به ته دره‌ها بندازین. هیچ کسی نمیتونه بگه که من به قولم وفا نکردم. طبق قولم کسی رو از لب تیغ نگذروندم، کتاب‌ها رو آتیش نزدم، مساجد رو هم تخریب نکردم. بعد از فتح بخارا دیگه هیچ موجود زنده‌ای نموند، چون همشون زنده زنده دفن شدن. خواسته های چنگیزخان فقط اینا نبود. علاوه بر تسخیر همه دنیا، خواسته دیگری هم داشت. میخواست عمر جاودان داشته باشه. واسه همین احترام خاصی واسه شمنها و کاهنان قائل بود و همیشه کاهنی در کنارش حضور داشت. روزی راز جاودانگی رو از راهب پیری پرسید. راهب پیر هم گفت راز جاودانگی اینه که با زنان زیادی هم بستر بشه. به همین خاطر چنگیزخان به هر شهری حمله می‌کرد، با زنان زیادی هم بستر می‌شد و با بعضی‌ها هم ازدواج می‌کرد. چنگیزخان با زنان زیادی رابطه جنسی داشت و به همین خاطر گفته میشه امروزه بیش از 20 میلیون نفر از مردم کره زمین از نسل چنگیزخان هستند. چنگیزخان تنها فرد روی کره زمین هست که نسلش سالیان سال ادامه داشته. سپاه مغول با خونریزی و وحشیگری که داشت به سمت غرب پیشروی می‌کرد و سرزمین‌های مسلمان و مسیحی در رعب و وحشت فرو رفته بودند.
مسلمانان مغول‌ها را مردمی وحشی و بی‌رحم می‌دونستند که سر بزرگ، قد کوتاه، هیکل پهن و چشم‌های ریزی داشتند. مسیحیان هم میگفتند چنگیزخان دجال زمان هست و میخواد دنیا رو تصرف کنه. احتمالاً راست هم میگفتند، چون چنگیزخان در اون زمان حدود 11% جمعیت زمین یعنی 40 میلیون انسان رو کشت و نصف دنیا رو هم فتح کرد. چنگیزخان در دین و باور مردم سرزمین‌هایی که اشغال کرده بود زیاد دخالت نمی‌کرد، ولی تا آخر عمرش به شمنیسم و تنکری وفادار بود و به نوادگان و نسلش وصیت کرد که به دین تنکری وفادار باشند. اگر در زمان جنگ مسلمانان و مسیحیان چنگیزخان رو به گرویدن به دین اسلام و مسیحیت دعوت می‌کردند، این کار رو به نوعی تغییر خودش می‌دونست و افراد مبلغ رو تو آب داغ دیگه جوشان می‌انداخت. این فرمانروای قدرتمند تنها یک نقطه ضعف داشت و تا آخر عمرش هم نتونست به ترسش غلبه کنه. چنگیزخان از سگ‌ها خیلی می‌ترسید. هر وقت سگی رو میدید پا به فرار میذاشت. به خاطر همین مایه خنده خانواده و دوستاش میشد. چنگیزخان که کودکی و جوانی خیلی سختی در دشت‌های خشک مغولستان داشته، چطور موفق شد تا ظالم‌ترین و بزرگترین فرمانروای دنیا بشه؟ چنگیزخان در این باره گفته: خیلی فکر کردم، بیشتر از هر انسان دیگه‌ای فکر کردم. چنگیزخان کاملا به قوانین و مقررات مورد قبول مردم دشت‌های خشک مغولستان پایبند بود، ولی با این وجود خودش هم قوانین دیگه‌ای به این قوانین اضافه کرد. این قوانین عبارتند از هر کسی تو میدان جنگ دچار اشتباهی بشه، فرماندهش اونو به سزای عملش میرسونه. مغلوبین حق گذاشتن هیچ شرطی رو ندارن. هر کی مقاومت کنه کشته میشه. خانواده کشته شدگان سپاه دشمن به طور مساوی بین سربازان سپاه مغول تقسیم میشن. هر سرباز به هر تعداد میخواست میتونست کنیز داشته باشه. بچه‌هایی که کنیزها به دنیا می آوردن به عنوان فرزند پذیرفته میشد و از ارثیه برابر هم برخوردار میشدن. اگر کسی تو دعوای بین دو نفر پادرمیونی میکرد، جزاش مرگ بود. اگر کسی از بقیه 3 بار مالی رو قرض میگرفت و هر 3 بار هم ورشکست میشد، جزاش مرگ بود. جزای دروغگویی مرگ بود. اگر فرد مغولی تغییر دین میداد، جزاش مرگ بود. خوردن گوشت هر حیوانی جایز بود. اگر کسی خوردن گوشت حیوانی رو ممنوع اعلام میکرد، جزاش مرگ بود. ولی کسی که میخواست حیوانی رو بکشه، اول باید پاهاش رو میبست، شکمش رو پاره میکرد و بعد قلبش رو تو دستاش فشار میداد تا اون حیوان بمیره. فقط خوردن گوشت حیوانی که با این روش کشته میشد قابل خوردن بود. هر کسی به مسافر و تو راه مونده غذا نمیداد و کمک نمیکرد، جزاش مرگ بود. خوردن شراب تو همه روزها آزاد بود، ولی تو زمان جنگ هر کسی فقط میتونست 3 بار سرخوش و مست باشه. اگر تاجری چک و چا نمیزد، مالش ضبط میشد و جزاش هم مرگ بود. اگر کسی دین و مذهب خاصی رو انتخاب میکرد، جزاش مرگ بود. اگر یه مغول به اعدام محکوم میشد، میتونست تقاضا کنه که کمرش رو از وسط به 2 نیم کنن. این یکی از سنت‌های قدیمی مغول‌ها بود. وقتی افراد مغول مشهور به اعدام محکوم میشدن، این نوع مرگ مرگی با عزت تلقی میشد. یعنی کمرشون از وسط با شمشیر میزدن و بعد تو مناطق دشت‌های خشک مغولستان مینداختن. این قوانین تنها قسمتی از قوانین چنگیزخان مغول بود. چنگیزخان یکی از حاکمان سنگدل دشت‌های خشک مغولستان بود. بر نصف دنیا غلبه کرد. در جنگ‌هایش 40 میلیون انسان رو به قتل رساند. درسته که نتونست عمر جاویدان داشته باشه، ولی اسمش در کل تاریخ جاویدان شد و به عنوان فرمانروای بزرگ ماندگار شد. طبق سنت مردم آسیای میانه، برای اینکه جای قبرش مشخص نباشه، بعد از دفن کردن جسد چنگیزخان همه افراد حاضر تو مراسم کشته شدن. احتمالاً مسیر رودخونه‌ای رو تو مغولستان تغییر دادن و جسد چنگیزخان رو زیر آب اون رودخونه دفن کردن. بعد از مرگش فرزندان و نوادگانش مرزهای امپراتوریش رو وسیع‌تر کردند. از شبه جزیره عربستان تا مناطق مرکزی اروپا گرفته تا آن طرف دریای چین، از کوههای هندوستان تا مسکو، یعنی 2/3 کل دنیا به امپراتوری چنگیزخان ضمیمه شد و اسم چنگیزخان جاودانه شد. اون زمان همه مغول‌ها از صدای رعد می‌ترسیدند و فقط چنگیزخان نمی‌ترسید و به ترسش غلبه کرده بود. وقتی ازش پرسیدن که چرا از صدای رعد نمی‌ترسه، جواب داد: دیگه جای فراری ندارم. ترس رو کنار گذاشتم. خداوند از آسمان به من کمک کرد تا به ترسم غلبه کنم. به همین خاطر هنوز هم وقتی تو آسیای میانه آسمان غرش میکنه، اعتقاد بر اینه که چنگیزخان داره مغول‌ها رو نگاه میکنه. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودین. اگه از این نمونه ویدیوها خوشتون میاد، حتما ویدیو رو لایک کنید، به دوستانتون به اشتراک بذارید و در قسمت کامنت
حتما نظرات خودتون رو بنویسید. با تشکر.